اندر حکمت‌های نهفته در کله پاچه و حکمرانی نقل می کنند که روزی سفره‌ای گسترانیده و کله پاچه‌ای بیاوردند. سلطان فرمود در این کله پاچه اندرزها نهفته است. سپس لقمه نانی برداشت و یک راست مغز کله را تناول نمود. آنگاه گفت اگر می‌خواهید حکومتی جاودان داشته باشید، سعی کنید جامعه را از مغز تهی کنید. سپس زبان کله پاچه را نوش جان کرد و فرمود اگر می‌خواهید بر مردم حکمرانی کنید، زبان جامعه را کوتاه و ساکت کنید. سپس چشمها و بناگوش کله را همچون قبل برکشید و فرمود برای اینکه ملتی را تحت کنترل خود داشته باشید، بر چشمها و گوشها مسلط شوید و اجازه ندهید مردم زیاد ببینند و زیاد بشنوند. وزیر اعظم عرض کرد قربانت بروم، حکمتهای شما بسیار حکیمانه و زیبا بودند، اما جواب شکم ما را چه می دهید؟ سلطان در حالی که دست خود را بر ریش و سبیل چرب خود می کشید، با ابروان خود اشاره‌ای به پاچه انداختند و فرمودند شما پاچه را بخورید و پاچه خاری را در جامعه رواج دهید تا شما هم پستتان بماند و حکومت ما مستدام.